چهره جدید مهرما غزل و آهنگ جدید مهرما غزل بعد از 1 سال دوری از هنر موسیقی. چرا مهرما غزل از هنر موسیقی دوری کرده بود و دلیل دوباره برگشت وی و هنر موسیقی چیست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. مهرما غزل خواهر دنیا غزل یک تن از هنرمندان جوان، تازه‌کار و موفق کشور بود. مهرما غزل هیچ زمانی بیان نکرده است از کدام ولایت است. مهرما غزل بزرگ شده ولایت زیبای کابل است. وی بعد از آن که دید خواهرش دنیا غزل به اوج هنر خوانندگی رسیده، وی هم راه آوازخوانی و هنر موسیقی را انتخاب کرد و چندین آهنگ برای علاقمندانشان ثبت کردند. بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان، مهرما غزل با تمام خانواده‌اش به کشور پاکستان رفتند. در کشور پاکستان مهرما غزل با یک پسر پاکستانی ازدواج کرد و بعد از ازدواج مهرما غزل وی به طور کلی از تمامی صفات مجازی و حتی هنر آوازخوانی دوری کرد و دلیل دوری خود را از هنر موسیقی و صفات اجتماعی اجازه نداشتنش از طرف شوهرش دانسته بود. اما جدیداً مهرما غزل بعد از سپری شدن 1 سال دوری وی از هنر موسیقی آهنگ را در پاکستان ثبت کرده است و قرار است به همین زودی ها نشر شود. هرچند مهرما غزل نصف از صورت خود را در صفحات مجازی خود از جمله اینستاگرام و تیک تاک برای علاقمندانش به اشتراک می‌گذاشت. ما هم آرزوی سلامتی، موفقیت و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.